امروز میخوام یه چیز کوچیکو یادت بیارم. گاهی ما اونقدر به چیزایی که نداریم فکر میکنیم که یادمون میره چقدر راه اومدیم و چه چیزایی داریم. شاید امروز هنوز به جایی که میخواستی نرسیده باشی. شاید هنوز یک نگرانی گوشه ذهنت مونده باشه و در ظاهر بعضی دعاهات بی جواب مونده باشه. اما یه لحظه مکث کن، به خودت نگاه کن، به تمام روزایی که فکر میکردی از پسش بر نمیای اما اومدی، به تمام شبهایی که گریه کردی و فکر میکردی دیگه نمیشه، دیگه نمیتونی، اما صبحش باز بلند شدی، تمام خستگی ها رو تحمل کردی و ادامه دادی. اینا کم نیست. شکرگزاری فقط شکر چیزای بزرگ نیست. گاهی برای همین چیزا، برای درک خودت هم باید شکرگزار باشی. باید برای نفس کشیدنت هم شکر کنی، برای قلبی که هنوز میتپه و امیدی که با وجود همه سختی ها هنوز توی دلت روشن مونده. لازم نیست امروز همه چیز درست بشه. مرتب به خودت یادآوری کن زندگی در جریانه و هنوز روزهای زیادی پیش روی تو هست که تو قراره خلقشون کنی اونطور که دوست داری و شاید زیباترین اتفاقهای زندگیت در راهی باشه که هنوز ندیدی. دوست من، امروز با خودت کمی مهربونتر باش. تو بیشتر از چیزی که فکر میکنی دوام آوردی و اگه امروز همه چیز اونطوری که میخوای نیست، ادامه بده. یه قدم دیگه بردار و انتخاب کن که متوقف نشی و از رسیدن به آرزوهات دست بر نداری. یادت باشه ذهن توئه که دنیا تو میسازه.